اسرائیل مدعیه که من انسان برتر و نسل برترم و زمین از آن من هست. و این را من بگویم، من دیشب هم این عرض را کردم، تکرار می کنم. وقتی شوروی آمد افغانستان را اشغال کرد، حضرت مفتی محمود، مفتی اعظم پاکستان، مفتی محمود، سیاسی و لیدر بزرگ عالم اسلام آن روز گفت مسلمانان پاکستان، روس نیامده برای این که کوه و تپه های افغانستان را بگیرد و آنجا بماند. آن چشم دوخته به این که خود را به آب گرم جهان برساند. آن میخواهد که به دریا خود را برساند. آن برای افغانستان نیامده. مردم پاکستان، این شد که مردم پاکستان فهمیدن و زمان جنرال ضیاءالحق شهید اسلام بود. جنرال ضیاءالحق تمام فرمانده های نظامی خود را اعزام کرد به جبهه ها و مالی و تسلیحاتی و نظامی وارد میدان شد و این شد که شوروی را نابود کرده و به فرار وادار کرد و افغانستان از دست شوروی آزاد شد و به آن خواسته خود نرسید. امروز شما هم بدانید، عربها بدانند، فارسها بدانند، ترکها بدانند، هندی و پاکستانی ها مسلمانان بدانند که اسرائیل و آمریکا هدف و منظورشون این منابع خدادادیه که در زمین ایران و در زمین کشورهای عربی نفت و گاز و طلا و معادن و مخازنی که در این سرزمین خدا گذاشته، امریکا چشم به اینها دوخته و این قدرت نمایی که می کند منظورش اینه که به بهانه فلسطین و بهانه مسلمانان فلسطین وارد میدان بشه و بر این منابع بیاد و این منابع را از دست شما بگیرد. شما مطمئن باشید خدا اینا خواسته، خدا همچنین روزی نیاورد که اگر شما حمایت فلسطینی ها را گذاشتی و نظارگر بودید، دولت‌های اسلامی، خاورمیانه، مسلمانان، عرب‌ها، عجم‌ها، ایرانی‌ها، فارس‌ها، ترک‌ها، اگر شما ساکت نشستید و نگاه کردید، فردا نوبت شماست. نه اسرائیل کوتاه میاد و نه آمریکا و غربی ها کوتاه میآیند. شما این حرف را امروز میگویید این حرف فقط تحریک کننده هست، این فریبنده هست، شاید این طور بفهمید این حرف من را، و اما من با دلیل میگویم و قاطعانه میگویم آن هدفش اون 4 فلسطینی نیست. از آنها نمیترسه آمریکا، برای آنها نیامده آمریکا آمده که این نوار غزه و این تعداد که یک صبحانش به گفته او هست اینها را از بین ببرد و روز دوم نوبت شماست. لذا فرصت و زمان به دست شما آمده که شما این میکروب عصر را، فتنه عصر را شما همینجا دفن بکنید در دریا، دفن بکنید در خاک. آمریکا با همین قدرت در افغانستان آمد، اما همین مسلمانان پا برهنه جهان اسلام، عرب و عجم، تمام کشورها، از تمام کشورها مسلمانان در افغانستان آمدند، زن و مرد آمدند و ایستادند بعد از 20 و اندی سال آن را چطور نابود کردند و شکست دادند و از صحنه خارج کردند.